های فصل زمستان در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان سیربارش و غیر چشمداشت سرد آمده برای حالم وحوش و پرندگان مشکلات بیشتری را به بار آورد. در قسمت‌های حلایده حیوانات نادر از قبیل هاهو، بوز کوهی، نخچیر و پرندگان به مانند کب، مرغ هلال برای دسترسی به غذا پایین فرآمده به حفاظت انسان نیاز پیدا نمودند. اما سال از جانب مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت و منطقه‌های جنگل پروری هان در نواحی برای دستگیری حیوانات و پرندگان در فصل سرما مقدار معین خوراک درشت و غله‌دانگی‌ها را ذخیره نموده کارهای بیوتکنیکی را پیش میبرند. از روی معلومات‌های اگنتی خواجگی جنگل در حدود ولایت میدان فوند دولتی جنگل زیاده از 78000 گکتار زمین را در بر گرفته، میدان جنگل پوش 9000 گکتار را تشکیل می‌دهد. حدود 2000 گکتار زمین به خواجگی جنگل پروری ناحیه اشکاشم تعلق داشته، از این مساحت بیش از 1000 گکتار آن جنگل پوش میباشد. قسمت بیشتری جنگل‌ها در بلندی تا 2800 متر از سطح بر قرار دارد. در برابر دیگر خواجگی‌های جنگل پروری این خواجگی نیز برای پیشبرد کارهای بیوتکنیکی مقدار معین خوراک چاروا و غله‌دانگی‌ها را ذخیره نمود. موافق اصابت‌های پیشکی ما ذخیره نمودیم در انبارخانه منطقه جنگل پروری نوش کوشیم در قطعه دی به قدر کافی ما 500 کیلوگرم گندم و اینچنین به مقدار ضروری 800 کیلوگرم خشک ذخیره نمودیم برای گذراندن کارهای بیوتکنیکی در قطعه دو. در پیشبرد کارهای بیوتکنیکی در برابر جنگل پروران، اجاره کاران و دوستداران طبیعت نیز سهمی ارزشمند می‌گذارند. در ناحیه مساحت جنگل به 290 نفر اجاره کار به اجاره داده شده، برای وسیع نمودن مساحت جنگل جهد و تلاش کرده می‌شود. زمستان بسیار سخت آمد. ما جو گندم برای پرنده‌های میده چون که فصل زمستان و او یگان خدا نمیتونه نمی‌آورد. این کو خنکه. ما همین تیار کردیم، آوردیم در کو پخت افتیم. پیشبرد کارهای بیوتکنیکی در چنین وضعیت ناگوار امکان می‌بخشد تا حیوانات پرندگان قدر هم باشد از جانب انسان دستگیری پیدا نمایند. از روی گفتی سردار اگنتی جنگل ولایت نظری مطابق نقشه کارهای بیوتکنیکی در قلمرو ولایت ادامه یافته، ذخیره موجود بوده جهت در سطح صفتا خوب برای گذاشتن چاره‌بینی مساعدت می‌کند. در همه قطعه‌های منطقه‌های جنگل پروری ناحیه‌ها با ساکنان محلی، فعالان، دوستداران یعنی طبیعت، اینچنین ناظران سبز در مکان‌های جمع‌شوی پرندگان و حیوانات وحشی یعنی به مقدار معین هم محصولات یعنی زراعت‌های غله‌دانگی و هم علف کاه یعنی بیده تامین کرده می‌شود. فصل سرما در کوهستان بدخشان ادامه داشته، احتمالیت باریدن برف زیاد وجود دارد. از این رو کارمندان ساحه جنگل ولایت برای دستگیری حیوانات و پرندگان از تمام واسطه‌های موجود بوده استفاده خواهند نمود.